سلام، با اولین آفساید در سال جدید در خدمت شما هستیم. امسال روز اول عید علی خامنه اومد مشهد یک سخنرانی کرد و سری گذاشت رفت. حال نمیدونم شما توی اون روزها در میان همه دید و بازدیدها و مهمونی‌های نوروزی بهش توجه کردید یا نه، ولی خامنه‌ای چیزهایی گفت که کامل رفت تو منطقه آفساید. از جمله حرفای پرچمخورش مطرح کردن دوباره اسم سال بود. موضوع حمایت از کالای ایرانی این شعار امساله. البته خامنه‌ای مشخص نکرد که کدوم کالای ایرانی، چون بعد از 4 دهه حکومت آخوندی با مافیای قاچاق و سونامی واردات دیگه چیزی از تولید باقی نمونده که الان یاد حمایت ازش افتادی. اولا اینو عرض بکنم، بعضی ها میگن آقا شما شعار سال معین میکنید، فایده ای نداره، عمل که نمیکنن، چرا بی خودی شعار سال معین میکنید؟ شاید بشه گفت که تنها جمله درست توی این سخنرانی همین یکی بود. آقا چرا بی خود شعار سال معین میکنی؟ هم تو میدونی، هم من میدونم، هم این میدونه، هم اون میدونه، کسی به این شعارات محل نمیذاره. ولی به جای اینکه این دکون رو تعطیل کنی، باز اسم سال میذاری و خودتو ضایع میکنی. من توصیهم اینه، همونطور که عرض کردم، با تعصب دنبال کارهای ایرانی بگردید و اون رو فروشنده کالای ایرانی بفروشه، خریدار کالای ایرانی بخره. خریدار کالای ایرانی بخره. خب از کجا شروع کنیم؟ چطوره که از نیروی ضد شورش شروع کنیم؟ چرا این خودروهای آبپاش گرون قیمت چینی که برای هر کدوم 650,000 دلار دادید رو پس نمیدید که به جاش از آبپاش‌های داخلی استفاده کنید؟ هم از این مدل هست، هم از این مدلش، هم مدل کنار خیابونیش ارزونه به خدا 2000 تومان. بعد برای زدن مردم توی خیابون چرا از شیوه‌های خارجی استفاده می‌کنید؟ آبپاشی، شوکر برقی، چه کاریه؟ چرا از شیوه‌های سنتی مثل کمربند استفاده نمی‌کنید؟ کمربند با 100% چرم طبیعی ایران. یا اصلا خودروهای انتظامی چرا همش بنز الگانس، تویوتا کرولا، هیوندای خارجی؟ خب بابا مگه پراید سایپا چشه؟ قشنگ نوار سبز میزنی، دوتام از این لامپای چرخون بالاش، برو باش دنبال مردم. خب خودتون بی زحمت یه ذره از کالای داخلی استفاده بکنید تا الگو بشه دیگه. بخش دیگه ای از سخنان عظما به کارنامه 40 ساله حکومت آخوندی مربوط میشد و اینکه چقدر از شعارهای اول انقلاب تا الان محقق شده. شعارها و ارزش‌های اصلی اینهاست: استقلال، آزادی، مردم سالاری، اعتماد به نفس ملی. خب برای ما همین چند تا شعار اولش کافیه. آزادی، مردم سالاری. آزادی تأمین شده است در این کشور. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست. هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته. چون این چیزی نیست. بابا اینجا دیگه پرچمم جواب نمیده، سرشو انداخته همینطور داره میره تو منطقه آفساید. البته میدونم که تحمل این صحنه خیلی فشار داره، ولی آیا واقعاً هیچ کس به خاطر نظر مخالف مورد فشار قرار نمیگیره؟ یعنی هیچ کس؟ یعنی اگر یکی ضد ولایت فقیه باشه چی میشه؟ تازه این مال همون سخنرانیشه ها، همون لحظه. اصلا نمیخوایم به گذشته‌های خیلی دور برگردیم. همین الان تو زندان‌ها هیچ کس با عقیده مخالف حکومت نیست؟ یا بعد از قیام دیماه اونهایی که اومدن عقیده مخالف حکومتشون رو توی خیابون ابراز کردن چی شدن؟ نحوه برخورد هم متاسفانه خوب نبود. این خودکشی هایی که بازداشتی ها چند فقره
حالا اگه یکی بود 2 تا بود آدم میتونه بگه خب حالا اون یه نفر خودکشی کرده، اون دومی هم. ولی این که چندین نفر خودکشی کردن، رفتارهایی که باشون میشده رفتارهای خیلی جالبی نبوده. بابا الان طرف عضو گروه تلگرام مخالف حکومت باشه فوری براش پیامک میزنن که بیا بیرون وگرنه فتا میاد سراغ تو، این حرفا. بعد صحبت از آزادی بیان میکنی؟ آزادی بیان هم هست. میتوانند بگن بله آزادی در همه جای دنیا چهارچوب دارد، آزادی یعنی برخلاف قانون عمل کردن وجود ندارد. آها، آزادی برخلاف قانون وجود ندارد. خب ببینیم که قانونشون چی میگه. اگه کسی بخواد علیه حکومت چیزی بگه چه اتفاق میفته؟ آها اینجا: توهین به مقامات دولتی دارای مجازاتی سنگین‌تر نسبت به توهین به افراد عادی است. اگر کسی با توجه به سمت یکی از رؤسای 3 قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا فلان و فلان و فلان توهین کند، به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50,000 تا 1,000,000 ریال جزای نقدی محکوم می شود. ولی هیچ کس تحت فشار قرار نمیگیره. حالا اینجا هر کس به حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری به نحوی از آنها اهانت کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. حالا من نمیدونم که علی خامنه الان این رو توهین محسوب میکنه یا نه، ولی اگر من یکی اینجوری بهش بزنم چقدر؟ 6 ماه. حالا اگر عمامش رو بپرونیم 6 ماه دیگه، اینم بذار روش 2 سال حبس. ها برو ببینیم بابا. از شعارهای دیگه انقلاب که نظام خیلی بهش وفا کرد، مردم سالاری بود. مردم سالاری انتخابات عمومی در کشور ما جزو کم نظیرترین انتخابات ها در تمام دنیا و در کشورهای مختلف است. در انتخابات همه آزادن، همه شرکت میکنن. بله، همه شرکت میکنن، همه انگشتاشون رو جوهری میکنند، ولی کسی من رو نمیتونه انتخاب کنه. ایشون که قرار بود موقت باشن، الان که فعلا مادام العمر اون بالا نشستن. بعد ایشون برای بقیه 80 میلیون 2-3 نفر رو انتخاب میکنن که شما میتونید به یکی از اون 2-3 نفر رأی بدید. واقعا این نوع انتخابات توی دنیا کم نظیره. اما در مورد کارکردهای مسئولان کشور در باب زیرساختهای کشور، یعنی راههای ارتباطی، سدها، نیروگاهها، بنادر و امثال اینها، کارکرد بسیار کارکرد خوبی است. بله، حالا میرسیم به کارکرد مسئولان نظام در 40 سال گذشته در باب راههای ارتباطی، یعنی همون جاده ها. کارکرد واقعا کارکرد بسیار خوبی است. فقط 3400 نقطه حادثه خیز در جاده های اصلی کشور وجود داره که باعث شده در تلفات تصادفات جاده‌ای توی دنیا رکورد بزنیم. طبق آمار روزانه 43 نفر قربانی حوادث رانندگی داریم توی کشور. دیگه من به آمار تلفات جاده‌ای در همین تعطیلات نوروزی و اینکه مردم برخی جاده ها رو جاده مرگ نامگذاری کردن دیگه اشاره نمی‌کنم. اما در باب زیرساخت‌ها و سدسازی واقعا کارکرد خوبی است. یه قلم به خاطر سدسازی بی‌رویه در حالی که همه دنیا دارن سدها رو تخریب میکنن، تو ایران به خاطر ساخت 74 سد دریاچه ارومیه خشک شد. کارکرد خوب که میگه یعنی این. به نظر من مهمترین چالش کشور ما یک چالش ذهنی است، یعنی همین که افکار عمومی نمیدانند چقدر ثروت در اختیار کشور هست. بعضی از مسئولین ما هم متاسفانه نمیدونن چقدر ثروت انسانی و ثروت طبیعی
در اختیار کشور هست. برای بالا بردن اطلاعات افکار عمومی از ثروت‌های کشور هم پیشنهاد می‌کنیم که اول از خودت شروع کنی. اگر میشه یه مقدار شفاف سازی کن که توی حساب‌های خودت و آقا مجتبی و اینا چقدر از ثروت مملکت رو نگه داشتی. یه مقدار از اون امپراتوری 95 میلیارد دلاری شفاف سازی کن تا افکار عمومی بفهمن که چقدر ثروت در اختیار کشور هست و این چالش ذهنی هم برطرف بشه. تبلیغات دشمنان سعی میکنن مردم را از واقعیت‌های مثبت دور کنن برای اینکه دلهای اونها رو نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به نظام و نسبت به اسلام چرکین کنن. واقعیت این است که عرض کردیم. باشه، اصلا هرچی ما از اول برنامه تا حالا گفتیم همش تبلیغات دشمنان بود، همش سیاه‌نمایی بود. واقعیت هم اون چیزیه که ایشون عرض میکنه. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، آزادی بنابراین هست. خسته نباشید. من دیگه حتی پرچمم بالا نمیبرم. برای شما اوقات خوبی رو آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.